الو بفرمایید. الو فرامرز، سلام. سلام نازی، چطوری؟ خوبی؟ خیر، بد نیستم. پس چی شد فرامرز؟ چی شد؟ عروسیمون دیگه. به خدا پارسال قولشو به بابام دادی، یادت رفت؟ نه نازی، یادم نرفته. اما خب تو که میدونی اوضاع احوال من. به خدا از پارسال که اومدم تهران یه روز خوش نداشتم. همش دارم کار میکنم که بتونم 2 قرون دوزار پس انداز کنم، بلکه بتونم پول پیش برای اجاره یه خونه رو جور کنم. تو که دیگه از همه چیز من خبر داری نازی. خب کارتو عوض کن، برو سر یه کار دیگه که حقوقش بیشتر باشه. نمیشه نازی، نمیشه. دلم نمیاد این دایی بدبخت مریضم رو ول کنم برم. من نباشم بیا مغازه دایی کار کنم پول در بیارم که زن و بچه بیچارش از گشنگی میمیرن. خودت که میدونی از پارسال که از بالای بالکن طبقه دوم افتاد تو حیاط و جفت پاش شکست، دیگه نمیتونه سر پا وایسه. با جفت پای شکستم که کسی نمیتونه سر کار بره. اصلا نازی، من برای همین اومدم تهران، این که بتونم بیام تو بقالی دایی وایسم کار کنم، هم یه پولی گیر من بیاد، همون بدبخت مغازش باز بمونه و 1 قرون 2000 پول گیرش بیاد. آخه تا چه قراره تو این وضع بمونی؟ چیزی نمونده نازی، چیزی نمونده. هفته پیش که بردیمش پیش دکتر گفت عملاش موفقیت آمیز بوده، چند ماه دیگه هم گچ پاهاشو باز میکنم. بعدش ایشالا خودش میاد دم مغازه و منم دیگه میتونم برم دنبال یه کار نون آبدارتر بگردم. از اینا گذشته نازی، من که الان خونه ندارم، شبا میرم خونه دایینا میخوابم. الان بخوام برم جای دیگه کار کنم شبا رو کجا برم؟ مگه با این پولا تو تهران میشه خونه اجاره کرد نازی؟ میدونم عزیزم، به خدا همه اینایی که میگی رو میدونم، اما خب فرامرز تو بگو من چی کار کنم؟ به خدا شب و روز بابام داره قول میزنه، همش میگه این پسره اومد اسمش رو رود گذاشت، بعدش گذاشت رفت تهران دنبال عشق و حالش. کدوم عشق و حال نازی؟ من که صبح تا شب تو مغازم دارم با مشتری سر و کله. پس زودتر یه کاری بکن، به خدا دیگه تحمل حرفای بابا رو ندارم. اصلا جدا از حرف بابا خودم هم خسته شدم. به خدا تا چه باید ازم دور باشی؟ همه چی درست میشه نازی جون، همه چی درست میشه. آخه چطوری؟ راستش یه کاری به هم پیشنهاد دادن که میتونم عصرا بعد مغازه برم انجام بدم. مثل که پولش خیلی خوبه، ولی خب هنوز جواب قطعی بهشون ندادم. خب قبولش کن دیگه. آخه هنوز نمیدونم دقیقاً چیه کارش، اما باشه حتما میرم دنبالش ببینم چیه. باشه، هر طور خودت صلاح میدونی فرامرز جان، فقط به فکر این نامزد بدبختت هم باش که چشم راهته. به فکرم نازی، به خدا همش به فکرم. ایشالله. خب من دیگه برم، الان که سر کله مامان پیدا بشه دیگه چرا همش با یه تلفن نشستی؟ من رفتم. برو عزیزم، تو هم خیلی مراقب خودت باش. خب دیگه برم تو مغازه که مشتری ها. سلام و درود. مرسی. مغازه خودتونه. فرامرز تیز و جنگی این خریدایی منو بده برم که کار دارم. کارت درسته فرامرز. ایوه مغازه رو اطراگین کردید با حضورتون. بابا جون این خریدای منو بده برم، جون ندارم، نمیتونم سر پا وایسم. بازم تشریف بیارید. سلام آقا. به به. ممنون که از ما خرید کردید.
آقا زودتون سریع بده برم. جنگی بود. گلبارون کردید تشریف آوردید. نه زود این خریدای منو بده برم، مهمان دارم. خیر ببینین ننه. مخلصم، کاری نکردم. بفرمایید. ایوه برید به سلامت. سلام، اینا رو دارید؟ مرسی سرعت. گلبارون کردید تشریف آوردید. روز خوش. لایک به شما. ممنون از خرید شما. چقدرم کوچیکه اینجا. این سفارش های منو بده، زود برم که کار دارم. جنس خوب بده دست مردم بچه. سلام، لطف میکنید؟ سفارش داشتم. یه دنیا سپاس. گلبارون کردید تشریف آوردید. خیر ببینی ننه، زود این سفارش های منو بده برم. پیرشی ننه. بازم از ما خرید کنید. ممکنه لطف کنید این سفارش منو بدید؟ متشکرم. ارادتمندم. سلام و درود. جا خوابم نمیخوام، همینجا دم مغازه استراحت میکنم. دیگه مغازه میشه 24 ساعته بدون لحظه ای توقف. سلام یاور جان، خوبی؟ چطوری فری؟ از صبح ندیدمت. یاور جون قربونت برم، 100 بار بهت گفتم اسم منو کامل صدا کن. آخه فری چیه بهم میگی؟ باشه. چی؟ بابا همون نمیدونم که. آخه نه، اما از نه یواش. او خود همون متروکه؟ آره. یه چی؟ بریم دزدی؟ نه خره، دزدی کجا بود؟ اون خونه 70-80 سال خالیه، هیچکی دوش نیست. فقط باید بریم یه چی از اونجا بیاریم بیرون و به یکی تحویلش بدیم و یه پول گنده بگیریم. خب بازم دزدیه دیگه. خره دارم بهت میگم سالاسیست که تو اون خونه نرفته. اصلا صاحب نداره که بخوای بری یه چیزی از اونجا برداری اسمش بشه دزدی. بازم یواشکی داری میریم اونجا دیگه. دزدی نباشه غیر قانونی که هست. واسه همین گفتم خلاف نیست، اما خب باید یواشکی انجامش بدیم. حالا نگفتی هستی یا نه؟ نه یاور جون قربونت برم، من دنبال خلاف فلاف نیستم. همینطوریش هم 1000 تا گرفتاری و بدبختی داریم. نمیخوای خونه بخری دست زنتو بگیری بیاریش سر خونه زندگی؟ چی؟ خونه بخرم؟ مگه چقدر پول توشه؟ خیلی هستی یا نه؟ نمیدونم. گفتی خلاف نیست؟ نه خلاف نیست، یعنی هست اما خیلی کمه. فقط باش بدون این که همسایه ها بفهمم بریم اون تو برگردیم. نه یاور جون، من دنبال شهر نمیگردم. خیالی نیست، اما فری جون امشب برو بشین، بدبخت بیچارگیاتو بذار جلوت.
یه دو تا 4 تا کن، ببین چند 10 سال دیگه میتونی اونقدر پس انداز کنی که بعدش بتونی بری دست زنتو بگیری بیاریش سر خونه زندگی. جواب هستی یا نیستی رو هم فردا بیا بهم بده. امشبو فکر کن فریجو. باشه یاور جان، باشه. فعلا روزت بخیر. برو به سلامت. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم. باید فکر یادم باشه قبل از خونه رفتن حتما برم نسخه دایی از داروخونه بگیرم. سلام توران خانوم، خوب هستین ایشالله؟ چیزی شده توران خانوم؟ ها بله خیلی چیزا شده. این خاندای الان 3 ماه اجاره خونش عقب افتاده. هر وقتم میام دم خونش آن پای شکستش رو نشونم میده و میگی که الان ندارم. خب راست میگه توران خانوم، نداره. به خدا این چند وقته هر چی از مغازه در آورده رو داده خرج دوا درمون پاهاش. من چی کار کنم؟ من که بد نکردم خونمو به خندای شما اجاره دادم. منم که با باد حوازن. میدونم. اگه نه چی بگی؟ چشم. من خب حالا برید به سلامت. خب فرامرز جون بگو چی کار کردی امروز؟ هیچی دایی جان، مثل همیشه رفتم دم مغازه و عصری برگشتم. وای که چقدر دلم برای مغازه تنگ شده، چقدر دلم برای کار کردن تنگ شده. خب حالا نمیخواد الکی قپی بیای. والا اون موقعم که جفت باهات سالم بود به زور از خونه مینداختمت بیرون تا بری دم دکون. خانم شد یه بار من یه حرفی بزنم شما نزنی نیست و نابودم نکنی؟ چی گفتی؟ تا 2 دقیقه پیش مثل قرقی گوشاتو تیز کرده بودی ببینی من چی میگم. حالا یهو گوشات سنگین شد. چی؟ بلندتر بگو. راستی دایی جان، دم در کی؟ توتن خامون؟ نه زن دایی، توران خانوم. آها توران خانوم. چی میگفت؟ بالاخره پسرش از کمپ اومد؟ نمیدونم زن دایی، ازش نپرسیدم. فقط گفت 3 ماه کرایه خونه عقب افتاده داره. چی؟ کی داره خونه؟ کسی خونه نداره زن دایی، گفتم کرایه خونه. ای بابا حالا با این پاهای شکسته کجا برم دنبال 2000 پول؟ نگران نباش دایی رشید، من جور میکنم اجاره توران خانومو میدم همین روزا. ممنونم پسرم ممنونم. کاش پاهام زودتر خوب شه بتونم این همه زحمتی که برامون کشیدی رو جبران کنم. خواهش میکنم دایی جان، خواهش میکنم. خب یه روز دیگه، خدایا به امید خودت. باید هرچی زودتر اجاره عقب افتاده توران خانومو بهش بده. داری میری دم دکون؟ آره دیگه سهر کوچولو، دیرم شده. راستی داداش فرامرز امروز زودتر بیاد، تولدمه. واقعا؟ امروز تولدته؟ نه. باشه عزیزم، سعی میکنم زودتر بیام به تولد بازی برسم. مرسی داداشی، منتظرتم. خب یه تولد بازی هم امروز دعوت شد. فقط خب دست خالی که نمی. الو. الو سلام فرامرز.
سلام نازی. خوب نه خوب نیستم. اگه نه چی می چی؟ حالا اون عصبانی شدی به خدا هر خونه ای بود عروسی هم نمیخواد بگیری. تو فقط خونه رو اجاره کن بیا دنبالم. باشه نازی. حتما. منتظرم. تو هم همین. باید سلام یاور. سلام فرید جون، چه عجب اومدی یه حالی از رفقا پرسیدی. یاور اون کاره هنوز هست؟ آره هنوز هستی یا نه؟ باید ببینم دقیق چی هسته. نه دیگه بیشتر از این نمیتونم بهت اطلاعات بدم فرید جون. اول باید قبول کنی هستی یا نه. آره هستم. خب حالا وقتشه که بریم پیش صاحبکار. اون مفصل برات توضیح میده داستان چیه و باید چی کار کنی. کی هستش صاحبکار؟ مریلا خانومو میشناسی؟ نه کی هست؟ اون املاکی سر خیابون رو دیدیش؟ املاک مریلا؟ آره دیدمش. خب مریلا خانوم صاحب اونجاست و قراره اون چیزی که تو باغ خونه متروکه هست و برای مریلا خانوم بیارمش؟ آره و یه پول خیلی خیلی گنده ازش بگیری. و چی تو اون خونه باغ هست؟ گنج. چی؟ گنج؟ آره گنج. حالا برو به کارت برس. من باشه پس منتظر خبرت. آره برو چی؟ قبلش برو یه نگاهی به دور و اطراف خونه باغ بنداز. تونستی 2-3 تا عکسم ازش بگیر بیار. عکس برای چی؟ مریلا خانوم ازم خواسته بود که برم چند تا عکس از خونه بگیرم و براش ببرم. فرمودن شاید نیاز بشه بخوان از روی عکس‌ها توضیحاتی بدن بهمون. من موبایلم قدیمیه دوربین نداره که. من خودم فروشنده موبایلم. باشه. خب حالا باید برم دوربینک.